من یه کار کردم جوهره مرد کار کردن کار خوبه نه پس منو ببین که کارگر یه کارخونه تو دفتر حساب کار من هرچی داف پلاسه رئیس دستور میده میبرم براش کافه گلاسه تعارف کردم به اون خانوم یه نگاه بهش کردم یه لبخند بهم زد که اونم نقابشه حتما تو لبخند موزیانش خیلی حرفا نهفته بود حرفایی که هیچ حرفی از فردا نگفته بود بی خیال شده اومدم بیرون دفتر من یه جوون امروزیم که از دیروزش خسته از روزایی که پدرم دزدی نکرد سلام روزی رو میبینم که پسرم پرسید ازم پدر چی کاره بود خودت چند مرد حلاجی چی بهش بگم به جز چند کلمه عراجی میدونم سرم پایین میمونه جلو پسرم با این قدم های آهسته چجوری جلو بپرم من یه کار کردم که از پیشونی من رد میاد من یه کار کردم که فقط شعر تو کلم میاد من یه کار کردم با انگشتای پینه بسته از دستای پسر حساب کارم بدم میاد من یه کار کردم که از پیشونی من رد میاد من یه کار کردم که فقط شعر تو کلم میاد من یه کار کردم با انگشتای پینه بسته از دستای پسر حساب کارم بدم میاد من تقریبا هم سن و سال پسر حساب کارم توی دلم مخته هایی هست که یه سر پا کارم زاق بابایی شد چوب میزنه که از دور بره بعد بیا بالا سر ما و به ما دستور بده تلفن دفتر باباش اختصاصی مال اونه یه ریسفک میزنه با یه مشتاف پاره پونه حوصلش که سر میره منو احضار میکنه میگه یه قهوه میخوام هی اینو تکرار میکنه بند دلم پاره میشه تو این وضعیت میبره میدونه من عصبیم هی منو اذیت میکنه ای خدا اون جوونه دقیقا من مثالش چرا دوستای همه با روی دم من بذاره بیخیال دلم از این همه کینه مریض شد قهوه رو بردم گفت که میزم و تمیز کن عصبی شدم ناخودآگاه اومد به دستم یه سیگار دوست داشتم یه چک بزنم بچسبه به دیوار من یه کار کردم که از پیشونی من رد میاد من یه کار کردم که فقط شعر تو کلم میاد من یه کار کردم با انگشتای پینه بسته از دستای پسر حساب کارم بدم میاد من یه کار کردم که از پیشونی من رد میاد من یه کار کردم که فقط شعر تو کلم میاد من یه کار کردم با انگشتای پینه بسته از دستای پسر حساب کارم بدم میاد یعنی میشه خدا دلی رو من یه طرف کنه من دارم چون میکنم که اون پسرک حال کنه امثال من کار میکنن اونا پولدار میشن ما هر سکی باشیم اونا پیش ما بولدار میشن در هر حالتی اونا زورشون بیشتره با خرحمالی ما اونا روزشون میگذره خستگی تو شب مال ما و آسایش مال اونا جنگ اعصاب مال ما و آرامش مال اونا دفاع زش مال ما و خوشگلاش مال قارون تو این مملکت همه ی مشکلات مال ما بود اونا شب و خوابای رویایی میبینن و چشمای ماه که واسه ی خوابیدن داره کابوس این قصه ها داستانای قدیمیست برا من تو این تاریکی مطلق شمی نیست برا من بازم برو پشت تریبون و شعار بده از برابری و بگو بین ما هیچ فرقی نیست برادر من یه کار کردم جوهره مرد کار کردن کار خوبه نه پس منو ببین که کارگر یه کارخونه
تو دفتر حساب کار من هرچی داف پلاسه رئیس دستور میده میبرم براش کافه گلاسه تعارف کردم به اون خانوم یه نگاه بهش کردم یه لبخند هم زد که اونم نقابشه حتما تو لبخند موزیانش خیلی حرفا نهفته بود حرفایی که هیچ حرفی از فردا نگفته بود بی خیال شده اومدم بیرون دفتر من یه جوون امروزیم که از دیروزش خسته از روزایی که پدرم دزدی نکرد سلا روزی رو میبینم که پسرم پرسید ازم پدر چی کاره بود خودت چند مرد حلاجی چی بهش بگم به جز چند کلمه عراجی میدونم سرم پایین میمونه جلو پسرم با این قدم های آهسته چجوری جلو بپرم من یه کار کردم که از پیشونی مرد بیاد